سرخط خبرهای مهم. در حمله به نقطه تقسیم آب در غزه 8 کس کشته شده است. رسانه‌ها پوتین از ایران خواست غنیسازی اوران را قطع کنند و گفتگوی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا و آسیای میانه در دوشنبه. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو برای یک شما بخیر و باورور باشد. برنامه نویدی بامدادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز دوشنبه 14 ایول. بر اثر برخورد موشک ارتش اسرائیل بر نقطه تقسیم آب در اردوگاه گریزه های نصیرت در غزه دست کم 8 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات محلی خبر داد که در میان کشته شدگان 6 نفر از قربانیان کودکان هستند. وضع بسیاری از زخمیان وزنین گفته می شود. ارتش اسرائیل گفت که موشک به سوی یک جنگجوی گروه جهادی اسلامی پرتاب شده بود، اما به دلیل کارناشایمی موشک چند متر دورتر رفتید. امریکا و اتحادیه اروپا گروه جهادی اسلامی را سازمان تروریستی می‌دانند. اسرائیل گفته است تحقیق سبب‌های حادثه ادامه دارد. ارتش اسرائیل از همه گونه ضرری که به غیر نظامی آن رسانیده شده است اظهار تأسف می‌کند. آمده است در اظهارات ارتش اسرائیل. یادگاری‌های میراث فرهنگی خوتل قدیم به فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو وارد گردید. به اطلاع کمیسیون ملی تاجیکستان عاید به کارهای یونسکو، یادگاری‌های میراث فرهنگی خوتل قدیم روز 11 ایول در جلسه 47 کمیته میراث جهانی در پاریس پایتخت فرانسه شامل این فهرست گردید. طور کمیسیون ملی تاجیکستان عاید به کارهای یونسکو میگوید نامینه مذکور 11 یادگاری‌های باستانشناسی و معماری واقع در ناحیه‌های واسه، دنقره، جلالدین بلخی، فرخار و خوالنگی ولایت خطبان را در بر میگیرد. اینها دیر بودایی اجین تپه، قلعه هولبوک، شهرستان هولبوک، شهرک منظر تپه، قلعه زل زرد، مقبره مولانا تاج‌الدین، شهرک هلیورد یا کوفر قلعه، شهرستان زل زرد، کاروانسرای طاهر، شهر تپه و دیر بودایی خیش تپه هستند. خوتل قدیم پنجمین موضع تاجیکستان است که همچون میراث جهانی معرفی می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تصمیم برای کاملا دست کشیدن ایران از غنیسازی اوران پشتیبانی کرده است. خبرگزاری اکسیوس با تکیه به منابعش نوشته است که اظهار نظر پوتین در گفتگوهای پوشیده با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ و نمایندگان ایران صدا داده است. به گفته این منبع، مسکو به تهران توصیه داده است که از غنیسازی اوران پورا دست کشد و روسیه آماده است که اوران غنی شده را از ایران برآورد. پوتین از ایرانی‌ها دعوت کرد که در این سمت کار کنند تا مذاکرات بهتری با آمریکایی‌ها داشته باشند. مقامات ایران گفتند که این مسئله را بررسی نمی‌کنند، نوشته است خبرگزاری. اکسیوس همچنین گزارش داده است که روسیه در مسئله عام از حق ایران برای غنیسازی اوران پشتیبانی می‌کند، ولی بعد جنگ 12 روزه با اسرائیل مسکو موقع سخت‌تر پیش گرفت. در نهایت ایران از آن امید شد که روسیه در روزهای جنگ با اسرائیل بجز اظهارات مطبوعاتی به تهران یگان کمک جدی نکرد. مقامات ایران روز 12 ایول گفتند همه گونه سازش نو باید حق این کشور بر غنیسازی اوران را اعتراف کند. بینندگان عزیز، طور آگاهی در چند روز اخیر تاجیکستان را گرمی طاقت فرسا فرا گرفته است. ساکنان میگویند کوشش میکنند کمتر زیر آفتاب باشند و با آبازی و هواپالا یا کاندیسیونر خود را از گرمی امین نگاه دارند. در همین حال بعضی از ساکنان شکایت دارند که در این گرمی با محدودیت یا لیمیت برق میگیرند و بدون هواپالا احوال خوب ندارند. همکارمان برای یوسفی مسئله گرمی و راههای امین ماندن از آن را از ساکنان پرسید. طرف نارباغ سلیچی کم شمال بول میکشن آب بگیرن. البته خفناک است برای که برق خاموش کردن در 50 گرادوسی گرمی و 52 گرادوسی گرمی که امروز دیده می شود البته خفناک است. هم با کسلی ها دچار می شوند، هم با کسلی هایی که شخصیت هایی که سرایتی کسلی دارند بسیار دشوار است. بهت سوید نباشه برق تاجیک خلدل میمره همش آب میشه گرمی های 45 47 گرادوسه برای همش آب میشه. یک دوبار کشتن روزانه کشتن چه خیلی شد وضعیت خیلی طاقت کردیم تا 5-6 بگهی بعد سویت دادم. خاکم چیه؟ محصولاتی که میخری هم با اسپورتت میشه دیگه یگان و نیست.
اولش یک جان یخدونه که اولش همه بعد دیگه خیلی کاندیشنری یک سمو سبویده گفته گفت کی اما که جان دیگه چی همین روز بفکر نبود دایما هم اینه وشخون هم اینه ام کافه اکوی و هرشون هم مشکلی هم نه به برق نمیشه و دیگه حیات نه میکشن رید کرد که وقت با گریون میشه ترانسفورماتور رو ایرون میشه اگه چی میشه نه هم روغانش یا که چی میشود سر میزنه با در همین هوای گرمی تایی و دپرات میدرایی آواز میکنی سلخی میشه خواه میری خدا گفته در شهر دوشنبه مکالمه سالانه سطح بلند اوید و سیاست و امنیت میان کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا داده شده است. به اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این جلسه در سطح معاونان وزیران کارهای خارجه برگزار شد. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه میگوید که هیئت اروپایی را در ملاقات روز 11 ایول الیف سکوگ معاون دبیر کلی خدمات عملیات خارجی اروپا راهبری کرد. منبع افزود در جلسه راجع به مسائل عمومی امنیتی جهانی و منطقوی در پی تجاوز نظامی روسیه به اوکراین همچنین وضعیت در خاورمیانه و افغانستان بحث ها صورت گرفته است. در خبرنامه دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا گفته می شود که جانب ها به موافقه رسیدند که همکاری ها در بخش امنیت را تقویت بخشند و اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای پشتیبانی از این تلاش ها اعلان کرده است. مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، اداره‌کنی مرز و قاچاق مواد مخدر، همچنین اداره‌کنی آب از دیگر مسائل مورد بررسی این جلسه بوده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 14 ایول خبر می‌دهد. 14 ایول سال 2020 دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان از قرار استرداد حزب‌الله شاولیزاده از австрия حمایت کرد و گفت این شهروند 29 ساله برای فعالیت‌های غیر قانونیش به جوابگری کشیده شد. شاولیزاده که درخواست پناهندگی کرده بود برای عضویت در حزب نهضت اسلامی گناهکار شد، ولی خود او و این سازمان این اتهام را بی اساس مینامد. مقامات австрия بعداً گفتند که قرار تسلیم او خطا بود و شاولیزاده باید به وینه برگردد. 14 ایول سال 2002 حکومت تاجیکستان برنامه نوبتی خصوصی گردانی مالکیت دولتی را برای 2 سال بعدی تصدیق کرد. تا آن زمان در تاجیکستان تنها کارخانه‌های خرد و میانه خصوصی کرده شدند، ولی درباره جریان این روند و نتیجه‌های آن اساساً ارزیابی‌های منفی صدا داده است. 14 ایول سال 2008 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک نامه به عنوان مدیر صندوق بین‌المللی پول از دادن اطلاع بر دروغ به این سازمان ابراز تأسف کرده است. ماه فوریه سال 2008 صندوق بین‌المللی پول گفت حکومت تاجیکستان بر اساس اطلاع بر دروغ از این سازمان مالی 48 میلیون دلار قرض گرفته است و باید آن را برگرداند. این قضیه به گفته صندوق بین‌المللی پول اعتماد سرمایه‌گذاران و کشورهای دونور به حکومت تاجیکستان را کاهش داد. بانک ملی قریب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 124 سومانی، 100 یورو به 1132 سومانی و 100 دلار باشد 968 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت خدا نگهدار.